تابستان سال 1989 یک زدوخوردی خیلی شدید در سرحد به وجود آمد که در این زدوخورد 3 نفر هلاک شدند و اون وقت از جانب گویی مقامات عالی اتحاد شوروی یک کمیسی خیلی با نفوذ تشکیل می شود، لیکن انا همون شرطنامه که سازشنامه که باید همین مسئله های مناقشه را حل میکردن جانب تاجیکستان امضا نگذاشته بود، چون که این به منفعت ما این منفعت های ما را گوییم ifade نمی کرد. بنابراین امروز انا همین مسئله ها، لیکن ما همچون جمهوری همسایه همه وقت تاجیکستان جانبداری گوییم مناسبت های دوستانه، همسایه‌گری، همگرایی با جانب قرقیزستان است، لیکن متاسفانه آنها بسیار وقت سازش میکنند، عهدنامه میبندند، لیکن بسیار وقت ویران کردن همین عهدنامه ها، همین سازشنامه ها و سر کردن همین مناقشه ها از جانب قرقیزستان مشاهده میشه.